سلام، امروز این پیراهن ساده و شیک رو میخوایم بدوزیم. 2 مستطیل به ابعاد مشخص شده برای هر سن در نظر میگیریم. میزان پارچه مورد نیازمون اندازه آ هست که در واقع قد و بلندی نهایی پیراهنه. از نقطه آ به اندازه 3 تا 5 سانتی متر میایم پایین و علامت میزنیم در هر دو سمت. برای هر دو مستطیل این کار رو انجام میدیم. یعنی در آخر باید به این شکل در بیاد که این قسمت‌های تیره نوار اریب دوخته میشه. این ابعادی که گفتم 2 در میارین، یعنی روی پارچه از عرض پارچه 2 ابعاد 60x50 در میارین و کل ابعاد پارچه‌ای که استفاده شده بودم همین 50 سانت بود برای من. حالا من توضیحات رو روی کاغذ بهتون میگم که میتونید دقیقاً روی پارچه هم به همین صورت اعمال کنید. از این قسمت بالا به اندازه 3 تا 5 سانتی متر هم در قسمت پشت و هم در قسمت جلو علامت میزنین. 1-2 سانت اول رو یه خط صاف میکشین. نگاهین حالا به این صورت تمام میکنم که واضح تر دیده بشه. علامتی که زدین رو به این صورت باید به شکل یک هلال ملایم به این قسمت مرکز وصل کنید و این قسمت دو کار هستش. حالا من قیچی میکنم مشخص میشه. این قسمت گود شده میفته تو قسمت زیر بغل و نزدیکای حدود سینه که باعث میشه که بچه تو این قسمت ها راحت تر باشه. این قسمت بالا سعی کنید به این شکل هلال نباشه. حالا اگه خط مثل من بد کشیدین یه خط صافش کنین. نکنید این قسمت های هلالی رو باید با استفاده از نوار اریب رودوزی کنیم، یعنی به این صورت که من نوار اریب رو باید از روی پارچه ببینم. میتونید نوار اریب آماده بگیرین که خیلی راحت تره، چون متراژ نوار اریب تو این کار خیلی بالاه. بهتره که تهیه کنید حتما به صورت آماده. حالا میتونید روی پارچه هم دقیقاً چیزایی که گفته شده رو اعمال کنین. حالا از بالا به اندازه 3 تا 5 سانتی متر علامت زدم به این صورت تا خط وسط رسم میکنم با یه هلال ملایم. حالا من با احتساب جای دوخت به اندازه تقریبا 6.5 سانتی متر پایین رفتم. میتونید جا دوخت هم در نظر نگیرید کلا. حالا اینجا من دارم حساب میکنم ببینم تا قسمت کمر، یعنی از این قسمت درس تا قسمت کمر تقریبا چند تا میتونم خط کش ماسوره داشته باشم که فکر کنم برای من دقیقا به اندازه 7 تا 1.5 سانتی متر مناسبه. این قسمت بالا رو هم که گفتم باید با استفاده از نوار اریب نواردوزی کنیم. باید به قسمت روی کار برگرده، یعنی نوار اریب رو از قسمت زیر کار میدوزم و برمیگردونم به سمت روی کار. نوار اریب به 3 سانتی متری مناسبه. دقت کنید که حتما از زیر کار نوار رو بذارید که نوار باید برگرده به روی پارچه. به حالت کانکشی هم میتونین بدوزین. نوار رو من به اندازه 1 پایه سوزن میزنم. به اندازه نیم پایه نگاه کنید حتما بدوزیم و به این صورت باید به قسمت روی پارچه برگرده. من یک مقدار از جا دوختم کوتاه کردم که کارم راحت برگرده. به این صورت 2 تا میزنم و یک جوری باید نوار اریب رو تا بزنید که یک مقدار از نوار اریب تو بالا قرار بگیره که یعنی قسمت پشت پارچه دیده نشه. به اندازه 2 میل 3 میل نوار اریب رو به سمت بالا
هدایت کنین که قسمت زیرین پارچه اصلا مشخص نباشه. نوار رو حتما از لبه بدوزین که خیلی تمیزتر دیده بشه. سانتیمتری میدوزم. چه سن بچه بالاتر تعداد این ردیف ها یا اختلاف این ردیف ها با هم دیگه باید بالاتر باشه. دقت کنید که قسمت های زیر نوار، جایی که نوار دوختیم هم این قسمت ها هم باید کش دوزی بشن که من اول کش های اصلی رو میدوزم. خب بعد این بستگی که به انتخاب خود شما داره که چقدر دوست داشته باشین قسمت زیر نوار حالت لول و پیچ خوردگی داشته باشه که شاید بعضیا 2 ردیف بپسندن یا 3 ردیف. حالا من قسمت های اصلی رو اول میدوزم، بعد قسمت بالا رو بهتون نشون میدم. درجه کشش چرخ رو بالا بذارید، حدوداً 6 مناسبه. نکنید این قسمت های بالا، این قسمت ها رو خودتون میتونید انتخاب کنید که چند ردیف کش بدوزین که من حالا باز 2 ردیف دوختم این قسمت رو. میتونین هم ندوزین. این پیچ خوردگی و لول ها رو به همین شکلی که بهتون میده دقیقاً به همین شکل اتو بکنید. اندازه بندها رو 2-3 سانت بلندتر در نظر بگیرین که کم نیاد، ولی کلا برای تا زیر 7 سال اندازه 24 سانتی متر بدون نیاز به جادوغ مناسبه که حالا من اینجا کلا 21 سانت در نظر گرفتم در ابعاد 4 یا 5 سانتی متر که برای سن 2 تا 4 سال مناسبه که بعد از دوخت توی پرو میبینین اندازه دقیقشو. 2 تا نوار رو روی هم میذاریم و با استفاده از نوار اوری بازم دور تا دورشون رو میدوزیم. قسمت پشت رو هم قرار میدیم و از قسمت پهلا میدوزیم و سردوز میزنیم و اتو میکنیم. با توجه به کشش نخ ماسوره یا جمع شدگی کار شما بهتره که بندها رو روی تن علامت بزنید، ولی اینجا به این صورت کار رو از وسط نصف کنید، قسمت وسط رو پیدا کنید. برای من به اندازه فکر میکنم 4 یا 5 سانتی متر به سمت راست و چپ برای بندها مناسب باشه. دو سر بندها رو بهتره که زیگزاگ یا سردوز بزنید و به این صورت روی نوار اوریب قرار بدین و همین شکل نوار، یعنی به همین حالت هلالی که هست با چرخ بدوزین. برای قسمت پشتی هم سعی کنید دقیقاً بند رو یک جوری قرار بدین که نگاه کنید دقیقاً رو هم منطبق بشن. دوردوزی بنده با نوارای خیلی شکل جالبی پیدا میکنه.
بعد از اتمام همه این مراحل بازم باید این قسمت پایین رو به شکل بالا نواراری بدوزیم، به این صورت که مثل بقیه مراحل نوار رو از قسمت زیر میذارین. این قسمت رو میتونین ابتدای کار رو به این صورت تا بزنید به اندازه 1 سانتی متر به سمت داخل و به اندازه 1 پایه بدوزین. انتهای نوار رو به این شکل به اندازه 1 سانتی متر روی قسمت ابتدایی نوار میارم، میدوزم و یک جا کل نوار رو با هم برمیگردونم و یک رو دوخت میزنم. کل نوارها رو حتما از لبه بدوزین به اندازه 1 میل از لبه که کار تمیزتر در بیاد. قسمت پای پیراهن به این شکل میشه. این هم از شکل نهایی پیراهن خالخالی کش‌دوزی. امیدوارم کاربردی باشه براتون و بتونین بدوزین و لطفاً برای حمایت از من کانال منو سابسکرایب کنید.